دادگاه نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک عضو پیشین و سالمند حزب حلو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به 5 سال زندان محکوم کرده است، در حالی که مرافعه پوشیده گذشته است و مسئولان دادگاه شرح نمی‌دهند. پیوندانش ادعا دارند که دانیار نبیف 87 ساله برای رسانیدن یاری مالی به نزدیکان زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گناهکار شد. نبیف در گذشته مسئول کمیسیون تفتیشاتی حزب حلو ممنوع نهضت اسلامی در ناحیه رودکی بود. حکم او را 28 دکامبر سال 2020 پس درهای بسته اعلام کردند. محمدی تیشایف، رئیس پیشین شعبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رودکی، به رادیو آزادی گفت با اطلاع دریافتی او دانیار نبیف را ماه سپتامبر سال گذشته در خانه‌اش در دهه گلبوته جماعت جمتپه دستگیر کردند. مقامات درباره بازداشت او و حکمش رسما خبر ندادند. دانیار نبیف در روزهای عید برای خانواده‌های محبوسان حزب گوشت و میوه و دیگر انواع خوردنی می‌برد. برای همین بازداشت و محکوم شد، گفت است تیشایف. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2015 بعد به گفته مقامات آشوب نافرجام با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع حزب نهضت اسلامی را سازمان تروریستی نامید و فعالیتش را قطع کرد. رهبران حزب در خارجه این ادعا را بهانه برای بستن حزب نهضت اسلامی نامیدند. ده‌ها نفر اعضای فعال حزب در خارجه از تاجیکستان پناه برده، ده‌ها نفر دیگر در داخل کشور بازداشت و زندانی شدند.